أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام و درود دارم محضر شما سروران نهایت عزیز دوستان گرامی. امیدوارم که انشاءالله در ذیل الطاف خداوند تبارک و تعالی قرار داشته باشید. عرض تبریک و تهنیت دارم به مناسبت فرارسیدن عید سعید اضحی و فرارسیدن دهه امامت و دهه ولایت. انشاءالله از دربار خداوند تبارک و تعالی دعا میکنم که انشاءالله عیدی پر از صمیمیت و پر از خوشحالی محضر شما و خانواده‌های گرامیتان خداوند تبارک و تعالی عنایت بفرماید. خب بپردازیم به ادامه سلسله جلسات از توضیح آیات قرآن کریم. خب بحث ما در سوره مبارکه بقره تا آیه 26 تا اینجا را ادامه یافت. در آیه 26 خداوند تبارک و تعالی می آید جواب از کسانی که منکر قرآن هستند از اینها بیان میکند. خب نسبت به اینها خداوند تبارک و تعالی میفرماید که چون شبهه و اشکال اینها این هستند که قرآن اگر از جانب خداوند تبارک و تعالی باشد، خداوند اصلا در شأنش نیست که به آید مثالهایی به چیزهای کوچک و به چیزهای ناچیز مثال بزند. مثلا به آید خداوند مثال به زنبور بزند، به آید مثال به مورچه بزند، به آید مثال به پشه بزند، یا مثال به عنکبوت و این چیزها بزند. یا خداوند در آیات قبلی سوره مبارکه بقره که اونجا عرض شد که بیان حالات منافقین را به طور میکردن که اینها مثل یک مسافر سرگردانی در شب تاریک در بیابانی بودن که اصلا در اونجا نوری وجود نداشت، لذا بیان حالات را به این جسها میکردن. اینها میگن که خب نسبت به خداوند اصلا این مثال زدن ها در شأن خداوند نیست و به آیت خداوند این مثال ها رو بزنند. حالا خداوند میآید با نزول این آیت جواب اینها رو میدهد که میفرماید ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه. خداوند اصلا ایبا ندارد که مثال به مثل پشه بزند، یا که فما فوقها، یا چیزی که از پشه هم کمتر باشد به اینها مثال بزند. چرا؟ چون در هر مثال نسبت به مؤمنین و نسبت به کسانی که در ماحور قرآن وجود دارند برای اینها هدایت و پند و بیانه و دلیل هست. اینها همهشان خداوند تبارک و تعالی وقتی می آید مثال به عنکبوت میزند، در اینجا بیان میکند که خب کسانی که در این شأن و در این حالات وجود دارند حالتشان مثل این عنکبوت هست که اونجا آیهشان این گونه هستند که ترجمهش خدمت دوستان عرض کنم. میفرماید کسانی که بغیر از خداوند خداهای دیگری را نسبت به خودشان میگیرند اینها مثل عنکبوت هستند. یعنی چی؟ این عنکبوت می آید تارها در هر جای لانه می سازد، تار می دواند و این اوهن البیوت لبیت العنکبوت، و قطعا که سوسترین خانه ها خانه عنکبوت هستن. اینا رو حالات اینها رو می‌آید خداوند این گونه بیان میکنه. لذا در هر مثال زدن خداوند تبارک و تعالی یک پند و یک هدایتی هست برای مردم. حالا این مردم نسبت به این مثال ها دو قسم میشن. فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم. کسانی که اهل ایمان هستن نسبت به خداوند ایمان دارن، این نسبت به اینها اصلا شک و تردید وجود ندارن. خب اینها میدانن که این مثال ها حق است از جانب خداوند تبارک و تعالی است. و اما کسانی که کافر شدند، فاما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. اما این کسانی که کافر شدن نسبت به این مثال ها میگویند که خب خداوند چرا این مثال ها را برای مردم زده است که یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا، که توسط این مثال ها خداوند بعضی را گمراه میکند و بعضی دیگر را هدایت میکند. چرا خداوند این کار را میکند؟ در اینجا این نکته را خدمت دوستان نهایت عزیز عرض بکنیم که آیاتی که از جانب خداوند تبارک و تعالی نازل می شود سراسر رحمت است و سراسر هدایت هست و
اصلا سبب گمراهی احدی از بشر نمی شود. و اما این کسانی که گمراه می شوند، اولا که اینها اهل ایمان نیستند، زیرا اهل ایمان توسط بیناتی که از طرف خداوند تبارک و تعالی نازل می شود اصلا گمراه نمی شود. و اما کسانی که گمراه می شوند، این سبب گمراهی اینها عرض شد که در آیات قبلی که سبب گمراهی اینها همون جهل اینهاست، همون اعمال خود اینهاست که توسط اعمال خودشان اینها گمراه می شوند، که در اخیر این آیه می فرماید که و ما یضل به الا الفاسقین. خداوند تبارک و تعالی توسط این نشانه ها، توسط این مثال زدن ها، هیچ کس را جز منافقین را گمراه نمی کند. پس گمراهی برای منافقین هست و برای فاسقین هست و سبب گمراهی اینها هم اعمال خودشان هست که اینها توسط اعمال خودشان گمراه می شوند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.